با سلام و خسته نباشید خدمت دوستان. یه دونه برد هود باز کردم. ایرادش همین بود که پنل روشن میشد اما دکمه ها کار نمیکرد یا دو سه درمیون یه بار میزد. بعد چراغ لامپش هم که اصلا روشن نمیشد. بردو که باز کردم نگاه کردم دیدم کلیدا به خاطر اینکه هود در معرض بخارات چربی و اینا هستش داخلش کثیف میشه، دکمه هاشم خوب عمل نمیکنه به مرور زمان. و رلش هم که باز کردم سولفاده زده بود، رله مدار لامپشه که مدار لامپه وصل میشه به اینجا، سولفاده زده بود. بذار بردو به برق وصل کنیم. خب همطور که میبینید این دکمه چراغشه که این رلش باز کردم، درستش کردم. الان وصله، الان قطع شد. این دکمه تند و کند فنه که قشنگ داره کار میکنه. اینم اتوماتشه. این دکمهش هم خاموش روشن میکنه. و این دکمه اولش که تنظیم تایمره، این نگاه مثل اون بقیه. این چهار تا رو عوض کردم، اینو عوض نکردم هنوز. این نگاه نمیزنه یا به زور گهگاهی میزنه، یکی در میون میزنه. اینم الان عوض میکنیم اینم درست بشه. منظور ایرادی که اکثرا میفته روی هودا خراب شدن همین دکمه هاست با رله ها. اینم که ترانسشه، ترانس 12 ولته که شبیه سلف میمونه تقریبا. همین اکثر ایراداتشون همین بیشترشون خرابی همین دکمه هاست بر اثر جرم گرفتن و این موارد. الان این دکمه رو هم عوض میکنیم. 4 تاشو عوض کردیم، یه دکمه باز کردم. الان این دکمه رو میزنیم و عملکرد این دکمه رو هم اینجا میبینیم. خب دکمه شو عوض کردیم. حالا بریم دوباره واسه تست دکمه ببینیم وضعیتش چطوره. میزنیم برق. این دکمه بود که عوض کردیم. همینطور که میبینید قشنگ کارش رو انجام میده. این از کار امروزمون. موفق باشید تا ویدیوی بعدی. خداحافظ.